بشین روی باکس، بیا قسمت عقبی. مرسی. واسه بیرون نیام. خب پشتتو صاف میکنی، قشنگ میکشی به سمت بالا خودتون. یه ذره میتونی پاتم دورتر کنی اگه راحت بود. ناراحت بود. خب دستتو بیار عقب، آرنجتو صاف کن، انگشت دست جلو. خب کاری که میکنی ببین قشنگ شوناتو بده عقب. سر یه ذره فشار بده عقب به دست من. مرسی. دم بگیری بدون که شونت بالا بیاد، آرنجتو خم کن. باری کردم و صافش کن. دوباره بذار هر چقدر میشه خم شه و صاف. مرسی. شکم بازدم نگه. خب همین حرکت رو دوباره انجام بده. دوتا دستت همزمان بره، از دوتاش با هم کمک بگیر. سعی کن بازی نکنه. شونت باز، قشنگ کشش اینجا حس کن. وقتی آرنجت خم میشه شونه باز. دوتا دست با هم. حالا دوتاشو پایین نگه دار. حالا باز پشتت صافه، آرنج خم، صاف. من بگم دوباره آرنج خم، بیرون نزن آرنجت و صاف. خب نگه دار. میخوای به الیویشن بدی، شوناتو رو بری بالا بیاری پایین ولی جلو نبری. اشارش برو پایین. بازدم. اینهیل، اکسهیل. این دست یه ذره پایین تر، دوتاشون هم صرف کن. دست چپ هم فشار بده. دوباره اینهیل، اکسهیل. مرسی. حالا آروم رهاش کن. مرسی.